أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب ذم ذی الوجهین، یعنی باب در مسئله مذمت و نکوهش انسانهایی که دورویه هستند، یعنی که صفت دورویگی یک صفت بد و یک صفت ناشایسته می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر این باب برای ما و شما یک آیت و دو حدیث تقدیم می کند. اولین آیتی که در زیر این باب می آرد می گوید قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیت 108 می گوید یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله، یعنی که الله سبحانه و تعالی در این آیت منافقان را حال و منافقان را صفتشان را بیان کرده میگویند یستخفون من الناس، یعنی مخفی و پنهان میکنند از مردم، یعنی که انسانهای منافق هر کارهای زشت و گناه و کارهای ناشایسته شان را از مردم پنهان میکنند. ولا یستخفون من الله، اما از الله جل جلاله پنهان کردن نمیتوانند. و هو معهم، الله سبحانه و تعالی میگوید که الله همراه اونها هست، یعنی الله سبحانه و تعالی همراه منافقین همچنین هست که منافقین هر کاری را که میکند از حال اونها با خبر میباشد. اذ یبیتون ما لا یرضا من القول، الله سبحانه و تعالی میگوید هنگامی که یبیتون یعنی مشورت میکنن، چاره اندیشی میکنن، پروژه میکشند و نقشه میکشند، ما لا یرضا من القول، یعنی درباره چیزی که الله سبحانه و تعالی از آن پروژه‌ای که اونها میکشند، از آن مشورتی که اونها میکنند، از اون چاره اندیشی که اونها میکنند، الله سبحانه و تعالی از اون راضی نیست. الله سبحانه و تعالی از حال اونها با خبر هست. الله با اونها هست از مشورت و پروژه کشی و نقشه کشی که منافقین بر ضد مسلمانان، بر ضد اهل توحید نقشه کشی میکنند. الله سبحانه و تعالی همه اینها را میبیند. الله سبحانه و تعالی از همه اینها آگاه است. الله میگد و کان الله بما یعملون محیطا، الله سبحانه و تعالی بر هر کاری که منافقان میکنند، هر نقشه را که منافقان میکشند، الله سبحانه و تعالی از نقشه های کشیده اونها با خبر و آگاه است و الله سبحانه و تعالی میداند. پس الله سبحانه و تعالی در این آیت منافقین را صفتشان را بیان کرد که از مردم نقشه های شوم و بدشان را پنهان میکنند. وقتی که شب میشوند با یک دیگر جمع میشوند و بر ضد اهل توحید، بر ضد مسلمان ها نقشه کشی میکنند و بر ضد مسلمان ها چاره اندیشی میکنند که چیکار کنند مسلمان ها را ضرر برسانند و مسلمان ها را باراشان مشکلات را بیارند. این بود اولین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر صفت درویگی آورده است، در زیر باب درویگی، که این درویگی صفت منافقین است و این صفت بسیار بد می باشد. همچنین الله سبحانه و تعالی در سوره بقره هم آیت 14 انسانهای منافق را صفتش را بیان کرده میگوید که و اذا لقوا الذین آمنوا، و منافقان هنگامی که با اهل ایمان ملاقات میکردن قالوا آمنا، میگفتند که ما مسلمان شدیم، ایمان آوردیم. و اذا خلوا الى شیاطینهم،
و هنگامی که تنها می شدند با شیطانهایشان قالوا اینا معکم، شیطانهایشان را می گفتند که ما با شما هستیم. انما نحن مستهزئون، می گفتند که ما با اونها استهزا میکنیم، یعنی مسلمان ها را میگفتن ما مسخره میکنیم. پس الله جل جلاله صفتی منافقان را بیان کرده، میگه که منافقان درویه است. پس صفت درویگی که انسان را در پیشش یک روی داشته باشه و از پشتش یک روی دیگر، این صفت منافقه هست. این صفت بد می باشد و این صفت ناشایسته می باشد. این بود اولین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر این باب آورده است. بعد از این میگذرد در قسم حدیث ها. اولین حدیث این باب حدیث 1539 کتاب ریاض الصالحین هست. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1539 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو هریره میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که تجدون الناس معادین، یعنی که پیدا میکنیم میابیم مردم را مانند معدنها، و مثل معدنها میابید انسانیت را، مردم را. خیارهم فی الجاهلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید پس بهترین مردم در جاهلیت بهترین و افضلترینشان در اسلام میباشند کدام وقت؟ اذا فقهوا، هنگامی که شناخت و دانش دینی پیدا کردند، هنگامی که علم گرفتند، هنگامی که دانشمند شدند، پس اونها میگه از بهترین مردم میگردند. و تجدون خیار الناس فی هذا الشأن اشهدهم له کراهیتا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید و میابی تو بهترین مردم را در این مسئله، یعنی در این حال، یعنی که در مسئله خلافت و در مسئله امارت، در مسئله به عهده گرفتن وظیفه، اشهدهم له کراهیه، یعنی که این به عهده گیری را از همه بیشتر بد میبینند، کراهیت دارند. یعنی که تجدون خیار الناس، یعنی بهترین مردم نمیخواهند خودشان را، سرهایشان را در بلا بمانند که مسئولیت یک مردم را، مسئولیت یک امت را، مسئولیت یک گروه را به دوش بگیرند. یعنی که تجدون خیار الناس فی هذا الشأن اشهدهم له کراهیتا، یعنی که بهترین مردم نمیخواهند که در مسئله خلافت و امارت خلیفه و امیر شوند. چرا؟ زیرا اینکه این مسئله بسیار بزرگ است. این مسئله بسیار، یعنی که مسئولیت میخواهد. این مسئله که انسان باید مسئول، یعنی که مسئول پذیر باشد. انسان باید تواند که در این جایگاه، در جایگاه خلافت و در جایگاه امیر قرار گرفتن و یک عده مردم را وقتی که سرنوشتشان را به عهده میگیرد باید خوب اجرای وظیفه بکنند. پس پیغمبر میگه بهترین مردم رو میبینی که وظیفه گیری رو به عهده نمیگیرند. و تجدون شر الناس، و پیدا میکنی میگه تو بدترین مردم را ذل وجهینی، یعنی درویه ها. بدترین مردم این انسانهای درویه هست. انسانهای درویه کی هستند؟ الذی یأتی هؤلاء بوجه، کسی که نزد گروه اول به یک چهره می آید، و هؤلاء بوجه، و نزد گروه دوم به چهره دیگر می رود. یعنی که انسانهای درویه، یعنی از در روبرود یک نمود معامله میکند با تو، از پشتت دیگر نمود معامله میکند. یا انسانهایی که با یک گروه وقتی اون گروه را میبیند هم مسلک و هم مذهب و هم رویش و هم حزب اونها میشود. وقتی که از اونها دور میشود با گروه دیگر ملاقات میکند و روبرو میشود، پس با این گروه با
خودش را هم جنس می تراشد. پس این انسان را میگویند انسان درویه، انسان دو چهره، انسان پست، یعنی صفت خبیث با خودش دارد این طور انسان. این حدیث متفق علیه است. در اول این حدیث پیغمبر گفت که تجدون الناس معادین، یعنی که مردم را تو به مثل معدن ها پیدا میکنی، یعنی که مردم را تو گوناگون پیدا میکنی، اشکال مختلف پیدا میکنی. مردم یعنی که گوناگون هستند، انسانیت همه‌شان یک نمود نیست بلکه گوناگون میباشد. پس در بین مردم انسانهای خوب است، در بین مردم انسانهای بد است و انسانیت یعنی که گوناگون میباشد. این بود اولین حدیثی که امام نووی رحمه الله در زیر باب نکوهش انسانهای درویه آورده است. بعد از این امام نووی رحمه الله دومین حدیث این باب و آخرین حدیث این باب را آورده، میگوید که این حدیث 1540 کتاب ریاض الصالحین هست. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1540 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن محمد ابن زید، یعنی که از محمد ابن زید روایت است که ان الناسا قالوا لجده عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما. هر آینه میگه مردم گفتن به بابایش عبدالله پسر عمر رضی الله عنه، یعنی که فرزند حضرت عمر عبدالله که هست. پس این زید پسر نوسه عبدالله است، یعنی نبیره عبدالله است، یعنی از نبیرگان حضرت عمر رضی الله عنه است. پس این زید میگوید که مردم به بابای من، یعنی که عبدالله پسر حضرت عمر رضی الله عنه را میگه، گفتن که این ندخل علی سلاطیننا، گفتن ما نزد سلطان ها و پادشاه ها و امیرها و رئیس هایمون میدرویم، فنقول لهم، پس با رئیس هامون گفتگو میکنیم و در نزد رئیس هامون یک معامله میکنیم که بخلاف ما نتکلم اذا خرجنا من عندهم، یعنی بخلاف آن سخنهایی که وقتی که از نزد اونها میبرایم میگوییم. یعنی که ما در نزد امیرها و رئیس ها و مسئولان من دیگر نمود معامله داریم، وقتی که از اونها بیرون میشویم، از نزد اونها وقتی از نزد اونها دور میشویم ما دیگر سخن ها میگوییم. یعنی که در نزد اونها دیگر سخن است و در بیرون از پشتشان دیگر سخن میگوییم. قال، میگه که عبدالله ابن عمر رضی الله عنه گفت که کنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه که ما این را از جمله منافقان میدانستیم، یعنی این چیز را ما منافقی میدانستیم در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی که این صفت منافقه است که یک انسان در رویش یک معامله داشته باشه و از پشتش معامله دیگر. این از صفت منافقان است. چی طوری که عبدالله پسر عمر گفت این کار شما را ما در زمان رسول الله از جمله نفاق میدانستیم، از جمله صفات منافقین میدانستیم. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی هست. پس این هست دومین حدیث و با همین باب ذم ذی الوجهین، یعنی مذمت و نکوهش انسان درویه با آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود. باب نو باب تحریم الکذب، یعنی باب در مسئله حرام بودن دروغ گفتن، یعنی دروغ گفتن حرام می باشد. پس در زیر این باب امام نووی رحمه الله 2 آیت و چندین حدیث را برای ما و شما تقدیم می کند. اولین آیت که امام نووی رحمه الله در زیر این باب می آورد میگوید قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است که ولا تقف ما ليس لك به علم، سوره اسراء آیت 36 هست. الله سبحانه و تعالی میگوید که پیروی نکن و از دنبال آنچه که نمیدانی نرو، یعنی پیروی آن چیزی که علم نداری پیروی آن چیز را نکن. یعنی مردم وقتی که به تو یک سخن میگویند، وقتی که علم و یقین نداری، پس دنبال اون نرو، اون را در دیگر جایها نقل نکن، اون را به دیگرها نرسان.
ولا تقف ما لیس لك به علم. الله میگه پیروی نکن و از دنبال چیزهایی که علم درباره‌اش نداری و یقین نداری از دنبال اونها نباش. یعنی که اصلا کذب یعنی دروغ. یعنی چی؟ دروغ غیر واقعیت. دروغ یعنی چیزی که واقعیت ندارد، چیزی که یقینیت ندارد، اون رو میگوین دروغ. پس الله سبحانه و تعالی میگوید از چیزی که علم نداری پس از اون چیز دور باش. این اولین آیت در زیر باب حرام بودن دروغ. و دومین آیت را امام نووی رحمه الله می آورد، میگوید و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. سوره قاف آیت 18 است که الله سبحانه و تعالی میگوید که به زبان نمی آورد انسانیت سخن را مگر در نزد اون انسان رقیب و عتید است. رقیبی که عتید است یعنی پاسبان و نگهبانی که مهیا و آماده نوشتن هر سخنی که از زبان انسانیت میبراید آماده است که اون را بنویسد. پس رقیب یعنی ملائکه همیشه با تو است، هر کجایی که میره در برت است، شب و روز در برت است، یک لحظه تو را ترک نمی کند. بالای اینه که تو را یک لحظه ترک نمی کند و همچنین همیشه آماده نوشتن هر سخنی که از زبان تو میبراید آماده هست که بنویسد آن را. الله اکبر. پس انسان باید متوجه باشد که زبانش دروغ نگوید که اون ملائکه ها نوشته ایستادند، اون ملائکه ها در حالت نوشتن می باشند. این دو آیت بود در زیر باب حرام بودن دروغ گفتن. بعد از این امام نووی رحمه الله در قسم حدیث ها میگذرد. پیش از اونه که حدیث ها را بیان بکنم اولا میخواهم بگویم که انواع دروغ گفتن، یعنی دروغ گفتن چند نمود است. اولین دروغ گفتن نسبت به الله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. یعنی به الله دروغ بستن یا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دروغ بستن، این اولین نوع دروغ است. الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیت 144 میگوید فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا. یعنی کی ظالمتر است از جمله کسانی که یا به مثل کسی که دروغ میبندد به الله دروغی را، تهمت میبندد به الله دروغی را. چرا این کار میکند؟ لیضل الناس بغیر علم، تا اینکه مردم را به علم گمراه بکند. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. الله سبحانه و تعالی قوم ظالم را هدایت نمی کند. یعنی اولین دروغ این نسبت به الله جل جلاله و همچنین به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که الله سبحانه و تعالی کسانی که دروغ به الله خودش میبندد گفت که ان الله لا یهدی القوم الظالمین. یعنی جزای کسی که تهمت به الله میبندند همین است که الله اونها را هدایت نمی کند. اما هر کسی که تهمت به پیغمبر میبندد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که و من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. یعنی هر کسی که قصداً بر من دروغ را نسبت بدهد و بر من دروغ را ببندد پس جایگاهش را میگوید در آتش جهنم آماده بکند. یعنی کسی که نسبت به پیغمبر دروغ میبندد جایگاهش را باید در جهنم آماده بکند. پس این دو دروغ را، یعنی که نسبت به این دو چیز، یکی به الله و یکی به پیغمبر دروغ میبستگی و بدترین و بسیارترین دروغ بندها اینها اهل بدعت میباشند. هر بدعتشان را نسبت به الله و پیغمبر میدهند. الله اکبر. یعنی بدترین طایفه که بسیار در حق الله و رسول تهمت میبندد این اهل بدعت میباشند که هر سخنی نوپیدا و هر خواهشات نفسانیشان را نسبت به الله و پیغمبر میبندند. پس نسبت به الله دروغ بستن این است که یک انسان یک سخن را میگوید، میداند که این سخن الله نیست و نسبت به الله میدهد، این را میگویند دروغ بستن به الله. یا دویم نمود دروغ بستن به الله همین است که یک آیت را میخواند و اون آیت را برعکس یا به خواهشات نفسانی خودش ترجمه و بیان میکند.
این هم نسبت، این هم دروغ بستن به الله جل جلاله می باشد. یعنی که انسان نباید تهمت به الله ببندد، چی به طریق عمدی و قصدی که اون سخن الله نیست و میگه الله گفته است، یا سخن الله را نادرست برای مردم برساند، این هم دروغ در حق الله جل جلاله می باشد. پس نخستین نوع دروغ این دروغ بستن به الله و پیغمبر است. و دومین نوع دروغ بستن این دروغ بستن نسبت به مردم هست. یعنی مردم را دروغ میگویند. اینها کیا هستند؟ اینها منافقان هستند. یعنی که در اصل دیگر هستند، اما وانمود میکنند که اینها اهل خیر و نیکوکار و آدمان خوب و آدم با تقوا و آدم راستگو و آدم صادق است. در اصل یک انسان فاسق و یک انسان پلید، یک انسان خبیث است، اما در ظاهر در بین مردم گویا که یک انسان خیرخواه خودش را وانمود میکند. این هم همچنین دروغ بستن است و این هم حرام میباشد. این هم حرام میباشد، این هم نادرست است، زیرا که این صفتی منافق ها میباشند. و سوم نمود دروغ بستن در میان مردم هست. یعنی که یک سخن را یک کس نگفته است، میگوی فلان انسان فلان سخن را گفت، یا یک انسان در حق یک انسان یک تهمت میبندی. اینها همچنین دروغ بستن است که این از نشانه منافقی است. هر سه نوع این دروغ ها حرام میباشد در اسلام، اما بزرگترینشان همون نوع اول است که دروغ بستن نسبت به الله و پیغمبر، این بدترین دروغ ها می باشد. اما وانمود کردن، خیرخواه بودن و انسان خیرخواه گویا که انسان خیرخواه است، این از نشانه منافقین همچنین می باشد. انسانی که سخن میگوید در حق دیگران تهمت میبندد، این هم از نشانه های منافقین است. پس انواع دروغ اینها می باشند. هر سه این انواع اینها گناه و معصیت می باشند. یعنی که یگان دروغ نیست که اون خیر باشد، دروغ خیر. یا بعضی انسان ها میگن که دروغی که ضررش به دیگرها نرسد جایز است. این طور دروغ در قرآن و سنت جایز باشد گفتنی گپ وجود ندارد، بلکه این سه نوع دروغی که بیان کردیم هر سه اینها حرام و نادرست می باشند. اکنون امام نووی رحمه الله در زیر باب حرام بودن دروغ آیت ها را برای ما و شما تقدیم می کند، حدیث ها را تقدیم می کند. دو آیت آورد، بعد از این حدیث ها را بیان می کند. اولین حدیثی در زیر باب حرام بودن دروغ حدیث 1541 کتاب ریاض الصالحین هست. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1541 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی که از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این الصدق یهدی الی البر. رسول الله گفتن هر آینه راستی میرساند انسان را به طاعت و عبادت. راست گفتن و سخنان راست انسان را به طاعت و عبادت میرساند. و این البر یهدی الی الجنه. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که طاعت و عبادت انسان را به جنت میرساند. و این الرجل لا یصدق حتی یکتب عند الله صدیقا. رسول الله میگوید هر آینه مرد همیشه و پیوسته راست میگوید حتی یکتب عند الله صدیقا، تا اینکه در نزد الله جل جلاله این انسان را صدیق نوشته می شود، این انسان را انسان صدیق شناخته می شود. صدیق یعنی انسانی که یک انسان بسیار بزرگ بعد از درجه پیغمبران انسان‌های صدیقین می باشد، چطوری که الله در سوره نساء آیت 69 میگوید که و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین.
الله سبحانه و تعالی میگه هر کسی که اطاعت میکند الله و پیغمبر را، پس این انسان ها میگه همراهی کسانی هست که الله جل جلاله نعمت بخشیدگی است بالای اونها را نعمت دادگی است الله سبحانه و تعالی. اونها کی هستند؟ اولین پیغمبران هستند، دوم صدیقین هستند، سوم شهدا هستند شهیدها، چهارم صالحین هستند و حسن اولئک رفیقا. الله سبحانه و تعالی میگه که اینها چقدر رفیقای نیک می باشند، یعنی که این پیغمبران، صدیقین، شهدا، صالحین، این چقدر همنشینان و رفیقان صالح و خوب و نیک می باشند. پس الله سبحانه و تعالی میگه که انسان راست میگوید تا اینکه همراه صدیقین نوشته می شود، یعنی که حتی بالا از شهیدها و بالا از انسانهای صالح می شود در مرتبه و در درجه. وقتی انسان راست میگوید بسیار از جمله صدیقین و بسیار راستگوها نوشته می شود. و این الکذب، و هر آینه میگه دروغ گفتن، یهدی الی الفجوری، میکشاند انسان را به معصیت و گناه. انسان وقتی دروغ میگوید این انسان را به معصیت و گناه میبرد. و این الفجور یهدی الی النار، و هر آینه گناه و معصیت انسان را به آتش دوزخ میبرد. و این الرجل لیکذب حتی یکتب عند الله کذابا، و هر آینه میگه مرد دروغ میگوید پیوسته و همیشه و دائمی دروغ میگوید، حتی یکتب عند الله کذابا، تا اینکه در نزد الله جل جلاله این انسان کذاب نوشته می شود، انسان دروغگو نوشته می شود. یعنی که انسانی که بسیار حالتش تنگین است، که الله سبحانه و تعالی میگه ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین، ویل باد برای انسانهای دروغگو. وقتی انسان دروغ میگوید از جمله انسانهای دروغگو نوشته می شود. وقتی که از جمله انسانهای دروغگو که نوشته شد، وای به حالش که الله میگه ویل یومئذ للمکذبین، ویل باد برای کسانی که جهنم دوزخ باد برای کسانی، وای بر حال کسانی که بسیار دروغ میگویند. این اولین حدیث باب حرام بودن دروغ بود. این حدیث متفق علیه است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را آگاه کرده است که ایاکم والکذب، یعنی برحذر باشید از دروغ گفتن، دروغ نگویید. پیغمبر میگه علیکم بالصدق، یعنی شما راستگویی را لازم بگیرید و عادت بکنید که سربلند و سرافراز میگرداند شما را راست گفتن و راستگویی. پس این بود حدیث اول باب حرام بودن دروغ. بعد از این حدیث دوم را میارد. حدیث دوم این باب حدیث 1542 کتاب ریاض الصالحین هست. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1542 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اربع من کن فیه، یعنی 4 خصلت هست که هر کسی در این 4 خصلت باشد کان منافقا خالصا، این انسان منافقی خالص و منافقی ویش سارت و منافقی اصلی می باشد. یعنی هر کسی که این 4 خصلت را دارد اون تازه منافق است، منافق خالص است. اون صفت ها چی است؟ اون خصلت ها چی است؟ و من کانت فیه خصلت منهن، و هر کسی که میگوید داشته باشد یکی از همین خصلت ها و علامت ها و نشانه های 4 گانه را، کانت فیه خصلت من نفاق حتی یدعها، پس میگه در اون انسان خصلت، علامت و صفت از صفت های منافقین وجود دارد تا زمانی که این خصلتش را ترک بکند. پس این 4 خصلت چی است؟ که خصلت خبیث و خصلت بد می باشد، از جمله خصلت های منافقین می باشد.
اولینش اذا اؤتمن خانه، هنگامی که امانت گذاشته می شود در نزدش چیزه خیانت میکنه. انسان خیانتکار است، امانت رو نگاه داشته نمیتواند. پس این علامت منافقی است. و اذا حدث کذب، و هنگامی که سخن میگوید دروغ میگوید. پس دروغ گفتنم علامت منافقی است. و اذا عاهد غدر، و هنگامی که عهد و پیمان بست، عهد و پیمانش را میشکند و خیانت میکند، در اون عهد پیمان بسته اش در عهدش نمی ایستد. یعنی قول میدهد و سخن میدهد و از سخنش باز میگردد و سخنش را میشکند. پس هر انسانی که قول میدهد از قولش باز میگردد، اون انسانی از نشانه های منافق را با خودش دارد. و اذا خاصم فجر، و هنگامی که مخاصمه میکند و هنگامی که بحث و مناظره و خرخشکی میکند، فجر، پس اون انسان فجور میکند، دشنام میکند، از دایره شریعت بیرون میشود که سخنان ناسزا و سخنان ناشایسته و سخنهای بدی را نسبت به طرف مقابلش و نسبت به اون کسی که در روبرویش هست به اون میگوید. این حدیث متفق علیه است. این صفاتایی که حالا بیان کردیم، این صفاتهای عملی منافق است، صفاتهای عملی. زیرا اینکه منافق به دو قسم تقسیم می شود. منافق اعتقادی کافر است. منافق اعتقادی کافر است که در نزد تو میاد چه مسلمان میگیرد، در نزد کافرها با کافرها هست، این را منافق میگویند. اما این منافق کافر است، که منافق اعتقادی است. اما منافق عملی یعنی بعض صفاتهای منافق در اون وجود دارد، اما خود اون کافر نیست، بلکه صفاتهای منافق و صفاتهای زشت با خودش دارد. پس این 4 صفت در هر کسی که باشد، اون رو ما کافر نمیگوییم، بلکه میگیم خصلتی از خصلت‌ها، نشانه از نشانه‌ها و علامتی از علامت‌های منافق در این انسان میگیم دیده میشود، که باید انسان خودش را از صفات‌های منافقین پاک و تازه نگه بدارد. امام نووی رحمه الله میگه این حدیث متفق علیه است. میگه وقد سبق بیانه مع حدیث ابی هریره بنحوه فی باب الوفاء بالعهد. این حدیث را میگه بیانش همراه حدیث ابو هریره با مانند همین که در باب وفا به عهد بود، میگه در اونجا میگه بیانش گذشت، یعنی در اونجا میگه ما این را بیان کردیم. این بود حدیث 1542 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1543 را آورده، میگوید و عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که ابن عباس، یعنی که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1543 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من تحلم بحلم، یعنی هر کسی که ادعا بکند که خواب را دیده است، لم یره، اما اون انسان خواب را ندیده است، یعنی که بیاید بگوید که من فلان فلان خواب را دیدم، اما میگه اون انسان اگر اون خواب را ندیده باشد، کلف ان یعقد بین شعرتین ولن یفعل، یعنی موظف می شود این انسان که گره کند در بین دو دانه جو براش میدهند در روز قیامت. الله سبحانه و تعالی برای این انسانی که میآید دروغ نقل میکند که من خواب دیدم، اون خواب رو اصلا ندیده است، و الله سبحانه و تعالی میگه در روز قیامت برای انسان 2 دانه جو میدهد. جو رو میدونه چقدر خرد و کک است، 2 دانه جو میدهد. الله میگه که این 2 جو رو با یکدیگر ببند، گره بزن. میگه ولن یفعل، هرگز این کار کردن نمیتواند. ناامکان و ناممکن است که انسان بین 2 جو گره بسته بتواند. یعنی جو رو با جو آیا میشود گره بست؟ هیچ امکانیت ندارد. پس عذاب این انسان دروغگویی که خواب را ندیده است، میگه من خواب دیدم، در روز قیامت میگه انا همین هست. و من استمع الى حدیث قوم، رسول الله میگه هر کسی که گوش دهد به سخن قوم و گروه و هم له کارهون، در حالی که اون قوم اون انسان را بد میبینن، یعنی اون انسان را
سخن گوش کردنش را دوست نمی‌دارند. اون انسان نمیخواهد که، این قوم نمیخواهد که همون انسان سخنهایش رو بشنود، اما اون انسان میگه به سخنهای اونها گوش میکند. این انسان از گناهش چی میشود؟ میگه صب فی اذنیه الانک یوم القیامتی، یعنی که ریخته میشود در دو گوشی همین انسان گوش کننده سخن قومی را گوش میکند. الانوک یعنی سربی گداخته و سربی تصفان شده در روز قیامت. الله سبحانه و تعالی انسان‌هایی را که گپا را گوش میکنن که این قوم چی گفته، این دو کس چی میگوید، همیشه یعنی که گوش کرده هم میگردد که مردم چی میگوید، با جایهای مخصوص میبرد میرساند، یا با دیگرها میبرد میرساند، یا هیچ جا هم نرساند، برای خودش گوش کرده هم میگردد، دوست میدارد که از همه حالت مردم با خبر باشد. میگه که الله سبحانه و تعالی در روز قیامت امر میکند که در گوش این طایفه مردم سرب گداخته شده و سرب تصفان ریخته شود. آیا میدانید که سربی که تصفیده باشد چی قدر تصفان است و گرم است و درد و الم دارد؟ حتی ببینید سربی که در دنیا، در آتش دنیا اگر آب شده باشد غیرت قپیدن نمی کنید، پس سربی که در روز قیامت به آتش دوزخ تصفیدگی باشد 99 مرتبه از سربی که در دنیا به آتش دنیا تصفانده می شود 99 مرتبه گرمتر و تصفانتر است. الله اکبر. ببینید پس انسانی که گپ مردم رو گوش میکند به جایهای مخصوص برای رساندن یا به خودش عادت گپ گوش کردن دارد، این انسان رو میگه اون قوم اگر دوست ندارد گوش کردن این انسان را، پس این انسان رو میگه در روز قیامت الله سبحانه و تعالی امر میکند که در گوش این انسان، عذاب این انسان همین است که در گوشش سربی تصفان شده ریخته میشود. بعد از این میگه و من صور صورتا عذب، هر کسی که صورت بکشد مجسمه بسازد عذاب کرده میشود. هر کسی که مجسمه میسازد صورت میکشد عذاب کرده میشود. و کلف ان ینفخ فیها الروح وليس بنافخ، و موظف میشود و موظف گردانده میشود که همین انسان مجسمه کش، همین انسان صورت کش، ینفخ فیها الروح، در صورت کشیدهش، در مجسمه ساختهش روح بدماند، وليس بنافخ، این انسان نمیتواند که در اون روح را بدماند. یعنی که الله میگه که زندهش که زنده کردن نمیتواند، یعنی که عذاب این انسان همین است که مکلفش میگه، وظیفه دارش میگه که اون مجسمه ساختی، اون صورتی که با دستان کشیدی آن را روح ببخش، آن را زنده بکن. این انسان این کارا کرده نمیتواند. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی هست. بعد از این میگه که تحلم، ای قال انه حلم فی نومه و رأى کذا کذا و هو کاذب. تحلم یعنی که میگه یک انسان میگه که من خواب دیدم فلان فلان چیز را، در حالی که دروغ میگوید، یعنی که ندیده است اما بر دروغ میگوید که من فلان فلان چیز را دیدم. والآنک بالمد، مد قطع بگو، والآنک و ضم نون را ضمه و تخفیف الکاف، کاف را تخفیف میکنیم یعنی که شده نمیمونیم. و هو الرصاص المذاب، یعنی که این سربی آب شده تصفان را میگویند. والآنوک یعنی که در گوش اون انسان سربی تصفیده آب شده که تصفان است در گوشش ریخته می شود. این بود حدیث 1543 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1544 را می آورد، میگوید و عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت قال النبی صلی الله علیه و سلم، میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که افر الفرا ان یوری الرجل عینیه ما لم تریا. پیغمبر میگوید که دروغ ترین دروغ ها این که انسان نسبت بدهد چیزی را به چشمانش، یک انسان نسبت بدهد چیزی را، یعنی بگوید که من خواب دیدم ما لم تریا،
اصلا اون را ندیده است، اصلا خواب ندیده است، یعنی دروغ بگوید که من خواب دیدم اما خواب دیدگی نباشد، میگه این دروغ ترین دروغ هاست. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. معناه ان یقول رأیت فیما لم یره، یعنی که میگوید که من دیدم، معنای این حدیث میگه همین است که اون انسان بگوید که من دیدم فلان چیز را، اما در اصل میگه اون را ندیده باشد، یعنی که چیزی را ندیده است اما دروغ میگه که من در خوابم فلان چیز را دیدم. این بود حدیث 1544 کتاب ریاض الصالحین. در اینجا میخواهم در دو مسئله مختصرا بیان بکنم. مسئله اول درباره خواب. خواب چند نمود میشود؟ خواب اول برای انسان بشارت باشد، خوشایند باشد. این انسان خوابی بشارت و خوشایند را نباید به هر کس بگوید، فقط به کسایی بگوید که اون دوست دارنده این است، خیرخواه این است. به هر انسان خوابهاتون نقل نکنید. در خوابتون شما یگان بشارت دیدید، در خوابتون شما یگان وعده خوب و یگان خوشی دیدید، در پیش هر کس نقل نکنید، شاید دشمن شما باشد، مانعه اون خوشی شما شود. این اولین نمود خواب است. دوم نمود خواب، خوابی بد است که انسان در خوابش میبیند، یعنی خوابهای دهشتناک، خوابهای بد رو میبیند. پس انسان این خواب بد رو همچنین نباید به کسی بگوید، این به خودش در خودش نگه بدارد و به کسی این خواب را نقل نکند. خوابهای ترسناک و دهشتناک و خوابهای ناخوب را نباید به کسی نقل کنی، بلکه اعوذ بالله میگوی و از الله جل جلاله از شیطان و از شر این خواب دیدت پناه طلب میکنی. انشاءالله الله سبحانه و تعالی از بدی این خواب دیدت را محفوظ و دور نگه میدارد. دویم نمود خواب این است. و سوم نمود خواب، خوابهای بی معنا و خوابهای نادرست و ناروشن و خوابهای سفسطه، خوابهایی که هیچ معنی ندارند. چطوری که میگه نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرد آمد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ای رسول الله، من شب خواب دیدم که سرم از گردنم جدا شد و در زمین سرم جر میشد و من از پشت سرم میدویدم از دنبال سرم میدویدم. ببین یه سفسطه از نه، سرم میگه از بدنم غلطید و جر میشید، من از دم سرم میدویدم. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که آمد این سخن را گفت، این حدیث را امام مسلم نقل در صحیح مسلم است که حضرت جابر روایت میکند. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای این مرد چی گفت؟ گفت لا تحدث الناس بتلعب الشیطان بک فی منامک. گفت برای مردم اون بازی های شیطانی که با تو در خوابت میکند اون را گفت در بین مردم نگو. این بازی شیطان است، این هیچ معنی ندارد، این بازی شیطان است. نباید انسان این خوابها را در نزد مردم تعریف و توصیف بکند یا نقل بکند. این خوابهای بیهوده و خوابهای بی هدف و بی معنا و ناروشن می باشد که این یگان نتیجه ندارد. نباید که انسان اینها را در پیش کسی نقل بکند. فقط یگانه خوابی که بشارت و خواب خوب باشد می توانید در نزد خیرخواهانتان، در نزد دوستانی که به شما خیر میخواهد، فقط انا همون دوستانی که برای شما خیر میخواهد در پیش اونها نقل بکنید. اما خوابهای دهشتناک و خوابهای بی‌معنا را که این بازی شیطان در خوابتان با شما هست، اون را برای دیگران نقل نکنید. این در مسئله انواع خواب. اما در مسئله که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اینجا گفت صورت، یعنی که هر کسی که صورت میکشد و صورت گرفتن، در مسئله صورت گیری همچنین چند قسم میشود. صورت گرفتن میشود به معنای مجسمه سازی. یک انسان مجسمه میسازد، مجسمه برای خودش میسازد، یا بگیم یک مجسمه یک بگیم شکلی که سایه‌دار هست، مثلا از چوب است یا از لای است، از گیل است، از یک چیز یک مجسمه میسازد. این ساختنش حرام و نادرست و از جمله گناهان کبیره می باشد. و دوم نمود صورتگیری این نقاشی هست، یعنی که در بالا یک کاغذ است، در یک دیوار است، در یک چیز انسان نقاشی میکند، با رنگ و با روچکه و با قلم و با اینها نقاشی میکند. این هم حرام می باشد، این هم نادرست می باشد. و سوم نمود صورتگیری، این صورتگیری با آلت‌های امروزه است، فوتوگرافی یا عکس، که وقتی که صورت میگیری، این صورتگیری جایز است
در حالتهای ضروری و در حالتهایی که ناگوار باشه، مثلا برای یگان داکیومنت، برای یگان پاسپورت یا برای چیزهای داکیومنتات وقتی در کار می شود، پس در این صورت گرفتنش جایز است. در غیر این هم گرفتنش جایز است، اما با نیت و مقصد نیک باشد، یعنی که برای پرستش در آینده قرار نگیرد، این صورت ها را صورت گرفتن جایز است. اما زنهای لیچ باشد و به همین صورت گیرا هم صورت گرفتن حرام است. اما یک انسان برای داکیومنتاسیا، برای چیزهای لازمی امروزه، طلبات امروزه را برای جوابگویی در صورت میگیری یا چیز میگیری، این جایز است و درست است. اما طریق حرام در اون باشد، زنهای لیچ و اینها، این صورتگیری هم همچنین حرام و نادرست می باشد. اما مجسمه کشیدن یا نقاشی کردن صورت یک انسان در دیوار و در کاغذ، این حرام است. بعضی علما میگن که صورتی چیزهای جاندار کشیدن حرام است، مثلا آدم و حیوانات صورت چه بکشی، نقاشی بکنی، حرام است. اما اگر که چیزهای بیجان را، به مثل درخت و کوه و آفتاب و ماهتاب و ستاره و یک منظره زیبا را، اینها را نقاشی کردن جایز است و درست است و باکی ندارد نزد جمهور از علما. اما مجسمه کشیدن مطلقاً حرام است و ناجایز و نادرست می باشد. این بود خلاصه مسئله های مهمی که باید بیان کرده می شدن. الحمدلله بیان شد. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1545 کتاب ریاض الصالحین را میارد. این حدیث 1545 کتاب ریاض الصالحین را درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه من را در همین جا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.